درود به همه شخصانی که این لحظه ما را تماشا دارند. عزیزان دل و دیده، منظره هایی که حالا میبینید منظره های زیبا دیار تاجیکستان است. چند پیش استاد قادر روزقل التماس کردند که اگر خواهش باشد به تماشا و زیارت شهر دوشنبه رویم. این آرزوی چند ساله من که بود با جان دل راضی گشتم و یک روز صبح بر وقت ما به طریق سرحد یعنی با طریق پنجکینت باستانی گذشته راه به سوی دوشنبه گرفتیم. براستی از طبیعت و منظره های اطراف دل به وجه می آمد. چشم سیر نمی گشت. اطراف خیلی زیبا، طبیعت صاف، بی‌غبار، راه های منفرش روان، آب های شفاف کس را به وجه می آمد. افسوس که در هر یک قدم ایستاده به نوار برداشتن منظره های دلپذیر امکان ناپذیر، لیکن به قدری حال با توانستم راه منظره های زیبا را عکس برداری کردم و به شما پیشکش کردم است. بسیاری دیه هایی که در اطراف هستند با نام های عجایبی زبان سعودی گذاشته شده است که بسیاری اش را در یاد هم ندارد. دیه های زیبا از بالای دریای زرافشان خطروک های بعضی به هر طرف گذاشته شده است. از دیه هایی که در یاد مانده است دیه های ریور، اورمیتن، دردر و طریق ناحیه عینی گذشته تا دره یغناب رفت و به سوی عقبه انزا تاب خورد. من این منظری که حالا شما دید شدگی دره یغناب نام از روی گفته راننده ما پیشتر را درون همین سای رفته از عقبه دیگر به سوی دوشنبه راه می‌شود. من حاضر راهی که دیده شده این راهی نوی که سالهای نزدیک ساخته. تاجیکستان دارای کوه‌های ثروتمند است. هر یک کوهی که می‌بینیم کان‌های گوناگون معدن‌ها به نظر می‌رسد. عزیز
راه عجب نیست به دل راننده و به دل همراهان ما زده باشه، چون که هر این منظره زیبایی که میبینیم در حال پرسان میشیم اینجا کجاست، اینجا چی نام دارد، اینجا کدام یک شهرک یا دهه هست و آنها با خرسندی به زبان میگیرن و بحر ما فهمانده میروند. از ناحیه عینی وقتی که عبور میکردیم منظره طرف زیباتر میگشت، چون که کایها باز میوه هایی که در معلقه پخته گذاشته رفتن و مانند درخت زردالو در اینجا زب حاصل داشت، یعنی موسم پختن زردالو بود. طبیعتش طبیعتی نوبهار ما بنید، گویا نه ماهی مرد شده باشه. در یک سو حتی برف ها آب نشده از جاهای بزیبی کوهی، آبهای زلال. و نهایت به نقب استقلال هم رسیدیم که از روی گفتی همراهان درازه زیاده از 5 کیلومتر است. در اول شخصی که بار یکم وارد نقب میگردد با وهم می آمده است، چون که درونش تاریک، حتی چراغ‌های ماشین هم نه آنقدر روشن کرده توانستند. درونش تاریکستان است، تاریکستان. و نهایت بعد از 10-15 دقیقه گشتن از نقب، یعنی از تونل برآمده به دره ورزا سرنشین شد. طبیعت باز هم زیباتر، چون که کوههایش حالا برف پوش بودن اکثرت. افسوس که در طرفی که من نشستم منظره نه آنقدر زیبا بود، نتوانستم به نمار گیرم. طبیعتی زیبا بود، کوههای آسمان بود. نمارهای زیبای دلپذیر در پیش داره. امیدوارم از نمارهای آینده ما بهره‌مند خواهید شد. از تماشای شهر زیبای دلارای دوشنبه بهر شما نوارهای زیبا آماده کرده ایم. خدا خواهد با دقتتان حواله میکنم. جدا شهر زیبا، شهر تازه، شهر نوبنیاد، مرکز تاجیکان روی دنیا. با ما بمانید.